سلام به شما که تو این کاوش با ما هستید. امروز میخوایم بریم سراغ یه دغدغه خیلی مهم، مخصوصا برای شما که سال اول دانشگاهید. اینکه واقعا مدیریت زمان روزانمون چقدر روی نمره‌ها و موفقیت تحصیلی تأثیر داره. میخوایم ببینیم علم چی میگه، اونم به زبان ساده و کاربردی. منبعمون یه تحقیق نسبتاً جدیده، مال سپتامبر 2025 از دانشگاه مرکزی چین، نورمال. رو دانشجوهای سال اولی انجام شده، دقیقاً شرایط شما. هدفمون اینه که نکات اصلیش رو بکشیم بیرون. ببینیم کدوم رفتارها واقعاً مهمه و چطور میشه سال اول رو بهتر شروع کرد. خب، آماده اید؟ بله، موضوع خیلی بجاییه. بزن بریم ببینیم چی دستگیرمون میشه. میدونیم دیگه ورود به دانشگاه خودش یه تغییر بزرگه. یهو از اون نظم دبیرستان میای تو محیطی که خیلی چیزا دست خودته. استقلال بیشتر، مسئولیت بیشتر. دقیقاً، مخصوصا مدیریت زمان. بعد فشار درسی هست، شاید کم استرس اجتماعی، پیدا کردن دوست جدید، مشکلات دیگه. بله، اینا همه هست و خب طبیعی هم هست تو این دوره گذار. آره. ولی خب متاسفانه آمارها هم میگن حدود 30% دانشجوها ممکنه تو همین سالهای اول به دلایل مختلف که مشکلات درسی هم یکیشه، یه جورایی جا بزنن یا دانشگاه رو رها کنن. که خیلی حیفه، واقعاً. اینجاست که مدیریت زمان به نظرم یه مهارت کلیدی میشه. مثل یه ابزار برای رد شدن از این مرحله. دقیقاً همینجاست که این تحقیق به درد میخوره. محققان نمیخواستن کلیگویی کنن. میخواستن ببینن کدوم رفتارهای مشخص، یعنی کارهای روزمره‌ای که میشه دید و ثبت کرد، واقعاً پیش بینی میکنه که دانشجوهای سال اول چطور نمره میگیرن. آها، یعنی دقیقاً چه کاری، نه اینکه فقط بگیم بیشتر درس بخون. دقیقاً، برای همین اومدن 110 تا دانشجوی سال اولی رو که رشتهشون کامپیوتر و مرتبط با اون بود انتخاب کردن. این دانشجوها یه درس اجباری داشتن به اسم سمینار آشنایی، همونجا این مطالعه رو انجام دادن. خب روششون چی بود؟ پرسشنامه دادن؟ نه، اینجاش جالبه. به جای پرسشنامه که خب آخر ترم آدم شاید یادش نیاد دقیقاً چی کار کرده، از یه برنامه موبایلی استفاده کردن. روی ویچت بود، اسمش هم دستیار خودمدیریتی بود. اوه چه جالب! یعنی باید هر روز کاراشون رو ثبت می‌کردن؟ دقیقاً. به مدت 1 ماه کامل هر روز میرفتن توی این برنامه و 44 تا رفتار مختلف مربوط به مدیریت زمانشون رو ثبت می‌کردن. 44 تا؟ چه چیزایی مثلا؟ خب ببینید، تقریباً همه چی. از برنامه ریزی برای کارها، مثلا کی درس بخونم، کی ورزش کنم، تا اینکه ثبت کنن چقدر دقیقاً برای هر کاری وقت گذاشتن، یعنی نظارت روی زمانشون، یا اینکه بلافاصله بعد از انجام یک کار کیفیتش رو ارزیابی کنن، مثلا مطالعه امروزم خوب بود، چقدر، و آخر روزم یه بازتاب کلی داشتن، یعنی فکر می‌کردن به کل روزشون، چی یاد گرفتن، چی خوب بود، چی بد بود. وای چقدر دقیق! برای همه کارها اینطور بود؟ آره تقریباً. تکلیف درسی، مطالعه اضافه، تمرین عملی رشتهشون، مطالعات آزاد، ورزش، سرگرمی، بیرون رفتن با دوستا، حتی زمانی که با گوشی و کامپیوتر کار میکردن، چه برای درس چه برای تفریح، همه رو ثبت میکردن. بعدش چی شد؟ این همه داده رو چیکار کردن؟ خب بعد از اون 1 ماه نمره‌های ترم اول این دانشجوها رو گرفتن. هم معدل کلشون که بهش میگن ویک، هم نمره چند تا درس خاص. چه درسایی؟ ورزش بود، عکاسی که یه درس عملی بود، برنامه نویسی، ریاضی و انگلیسی. بعد با یه سری روش‌های آماری پیشرفته، اسمشون هست لاسو و الاستیک نت، اومدن تحلیل کردن. این روش‌ها کمک می‌کنن از بین کلی متغیر، اونایی که واقعاً و به طور پایدار با نمره‌ها ارتباط دارن رو پیدا کنی. مثل یه فیلتر قوی عمل می‌کنن. خب. حالا نتایج چی بود؟ اول از همه وضعیت کلی نمره‌ها چطور بود؟ به طور کلی نمره‌ها بد نبود. میانگین معدل کل بالای 70 بود. ولی خب تفاوت زیاد بود. هم بین دانشجوها، هم بین درس‌ها. ضعیف. ولی درس عکاسی که عملی بود، نمره‌ها بالاتر و به هم نزدیکتر بود. نکته دیگه‌ای هم بود؟ آره، یه تفاوت جنسیتی هم دیدن. تو این گروه خاص دخترها تو معدل کل، ورزش و انگلیسی میانگین نمرهشون از پسرها بهتر بود.
جالبه. البته نمیشه تعمیم داد به همه جا، ولی خب یه یافته است. دقیقاً. حالا بریم سراغ خود مدیریت زمان. همونطور که انتظار میره تنوع رفتار بین این 110 نفر وحشتناک زیاد بود. یعنی هر کسی یه مدلی بود. آره. مثلا خیلی عادت داشتن بعد کلاس یا انجام تکلیفی عملکردشون رو ارزیابی کنن. این رفتار زیاد ثبت شده بود. اما در مقابل کمتر کسی برای ورزش یا فعالیت اجتماعیش برنامه‌ریزی رسمی می‌کرد و تو برنامه ثبتش می‌کرد. انگار اینا بیشتر یهویی بود. قابل درکه. و یه چیزی که خیلی به چشم می اومد استفاده از وسایل الکترونیکی برای سرگرمی بود. گوشی و کامپیوتر و اینا. بله، برای بعضی از دانشجوها میانگین استفاده روزانه فقط برای سرگرمی نزدیک 9 ساعت بود. نه، 9 ساعت فقط سرگرمی؟ بله، البته این میانگین برای همه نبود. بعضیا خیلی کمتر بودن. ولی نشون میده چقدر تفاوت هست و چقدر این موضوع میتونه چالش باشه. واقعا عدد بالاییه. خب حالا اون آنالیز پیشرفته چی گفت؟ کدوم یکی از اون 44 تا رفتار واقعا با نمره خوب ارتباط داشت؟ اول معدل کل رو بگو. خب برای معدل کل یا همون WAG 6 تا رفتار کلیدی خودشون رو نشون دادن. یعنی اینکه به طور مداوم تو تحلیل‌ها تاثیرگذار بودن. قوی‌ترین پیش‌بینی کننده های مثبت اینا بودن. اول، تکرار ثبت بازتاب روزانه. یعنی اینکه چقدر آخر روز وقت می‌ذاشتید به عملکردتون فکر کنید و اون رو ثبت کنید. جالبه، فکر کردن به کارها یعنی مهمه؟ خیلی. دوم، میانگین مدت زمان صرف شده برای تکالیف درسی. یعنی چقدر زمان واقعی پای درس و تکلیف اصلی بودید. خب این منطقیه. سوم، تعداد روزهای ثبت رفتار. یعنی همین که چند روز از اون یک ماه رو واقعاً برنامه رو پر کرده بودید، نشون دهنده استمرار و پشتکار بود. پشتکار خود پیگیری برنامه است. دقیقاً. چهارم، نرخ تکمیل وظایف برنامه ریزی شده. این خیلی مهمه. یعنی چند درصد از کارهایی که نوشته بودید انجام بدید رو واقعا تموم می کردید. آها، یعنی فقط برنامه ریختن کافی نیست، باید تمومش کرد. دقیقاً. انگار تموم کردن حتی مهمتر از برنامه ریزی اولی است. پنجم، تکرار ارزیابی تکالیف درسی. یعنی چند بار کیفیت کار درسی خودتون رو می سنجیدید. و ششم، میانگین مدت زمان تمرین‌های حرفه‌ایه. برای این بچه‌های کامپیوتر احتمالاً تمرین برنامه نویسی و اینجور کارها بوده. خب این 6 تا عامل چقدر از تفاوت نمره ها رو توضیح میدادن؟ ببینید روی هم رفته این مدل رفتاری تونست حدود 16% از واریانس یا همون دلیل تفاوت نمره‌های معدل رو توضیح بده. 16%. شاید خیلی زیاد به نظر نرسه. خب آره، شاید اولش بگید کمه، ولی 2 تا نکته هست. یکی این که نمره به کلی عامل دیگه هم بستگی داره که اینجا اندازه‌گیری نشده، مثل هوش، علاقه، استاد و غیره. نکته دوم و مهمتر اینه که این رفتارها بازتاب، تکمیل کار، ارزیابی، استمرار، برخلاف هوش چیزهایی هستن که شما به عنوان دانشجو میتونید روشون کار کنید. اینا مهارتن. آها، این نکتهش خیلی مهمه. دست خودمونه یعنی. دقیقاً. حالا برای درس‌های خاص چی؟ آیا همین الگو بود؟ سوال خوبیه. نه، کاملاً. وقت گذاشتن برای تکلیف و بازتاب روزانه تو چند تا درس مهم بودن. انگار اینا کلیدی ترن. ولی تفاوت‌هایی هم بود. مثلا درس ورزش بیشترین وابستگی رو به این رفتارها نشون داد. حدود 25% تفاوت نمره‌هاش با این رفتارها قابل توضیح بود. 1/4؟ چرا ورزش اینقدر زیاد؟ احتمالاً چون ورزش خیلی به نظم و روتین و استمرار نیاز داره. جالب بود که هم رفتارهای مثبت مثل بازتاب و تکمیل کارها مهم بودن، هم حتی بعضی چیزای منفی مثل وقت خیلی زیاد گذاشتن برای مطالعه آزاد که شاید وقت ورزش رو میگرفت. عجب. درس انگلیسی هم خوب ربط داشت، حدود 22%. و اینجا تعداد روزهای ثبت رفتار یا همون استمرار یکی از قوی‌ترین عوامل بود. کاملا منطقیه. برای زبان باید هر روز کار کنی. دقیقاً، استمرار کلیدشه انگار. تکمیل کارها و وقت گذاشتنم مهم بود. و ریاضی؟ اما ریاضی کمترین ارتباط رو با این نوع رفتارهای مدیریت زمان داشت. فقط حدود 9.5%. چرا؟ به نظر میرسه برای ریاضی عوامل دیگه‌ای مثل فهم عمیق، استدلال، پایه قوی قبلی نقش پررنگتری دارن. البته ارزیابی کیفیت کار ریاضی و وقت گذاشتن برای تمرین بی تأثیر نبود. ولی یه نکته جالب دیگه.
وقت گذاشتن برای سرگرمی‌ها و علایق شخصی با نمره ریاضی رابطه منفی داشت. یعنی سرگرمی برای ریاضی خوب نیست؟ شاید نشون میده برای ریاضی تمرکز خیلی بالا لازمه و حواس پرتی کمتر بهتره. البته این فقط یه تفسیره. خیلی جالبه این تفاوت بین درس‌ها. حالا میرسیم به اون نکته غافلگیر کننده. وسایل الکترونیکی، گوشی و اینترنت چی شد بالاخره؟ آره اینجاش واقعاً عجیبه. برخلاف تصور عمومی و خیلی تحقیقات دیگه، این مطالعه هیچ ارتباط معناداری بین مدیریت زمان، استفاده از وسایل الکترونیکی چه برای درس چه سرگرمی و عملکرد تحصیلی پیدا نکرد. هیچ. یعنی اصلا مهم نبود چقدر استفاده میکنن یا کی؟ طبق این داده ها نه برنامه ریزیش، نه مدت زمانش، نه ارزیابیش. هیچی با نمره ها ارتباط معناداری نداشت. چرا واقعا؟ دلیلش چی میتونه باشه؟ خب خود محققام چند تا احتمال دادن. یکی این که شاید این دانشجوها که رشته‌شون کامپیوتر بود واقعاً بلد بودن خوب مدیریتش کنن و نذارن رو درسشون اثر منفی بذاره. یا شاید هم گزارشاشون تو اون برنامه خیلی دقیق نبوده، شاید زمان واقعی رو کمتر ثبت می‌کردن. آره ممکنه، ولی به هر حال نتیجه خیلی قابل تأملیه. نباید سریع نتیجه گرفت که تکنولوژی فقط بده. دقیقاً پیچیده تر از این حرفاست. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از مهمترین رفتارهای مدیریت زمان که اینجا پیدا شد و به درد سال اولیا میخوره، چی میگیم؟ بگو ببینم اون عصاره مطلب چیه؟ به نظرم 4 تا مورد اصلی هست. یکی استمرار و پشتکار. همون که تو تعداد روزای ثبت خودش رو نشون داد. یعنی مداومت داشتن مهمه. دوم درگیری واقعی با درس. هم از نظر زمان کافی گذاشتن، هم از نظر ارزیابی کیفیت کار خودتون. فقط سرسری خوندن فایده نداره. درگیری عمیق یعنی؟ سوم تمرین فکر کردن یا بازتاب، همون فکر کردن منظم آخر روز به کارها و یادگیریها. این کمک میکنه از تجربهاتون درس بگیرید. و چهارم تمرکز روی نتیجه و تکمیل کارا رو نصفه ول نکنید. به سرانجام رسوندنشون خیلی مهمه، حتی شاید مهمتر از خود برنامه‌ریزی اولیه. عالی بود. استمرار، درگیری عمیق، بازتاب و تکمیل کار. خب حالا چرا اینا برای شما که سال اولی هستید مهمه؟ به خاطر همون نکته‌ای که گفتی. دقیقاً، چون این 4 تا چیز مهارتن. میشه یادشون گرفت، میشه تقویتشون کرد. تو ژن آدم نیستن. استمرار نشون میده چقدر مصمم هستید. بازتاب کمکتون میکنه هوشمندتر بشید. بفهمید چی جواب میده چی نه. تکمیل کارها حس خوب موفقیت میده، انگیزه رو میبره بالا. از تفاوت درس‌ها یاد گرفتیم. چی بود؟ اینکه شاید لازم باشه استراتژی مدیریت زمانتون رو برای هر درس یکم تنظیم کنید. یعنی یه نسخه برای همه جواب نمیده. دقیقاً. روشی که برای انگلیسی خوبه، شاید برای ریاضی بهینه نباشه. باید منعطف بود و دید هر درس چی میطلبه. خب پس با این تفاسیر چه پیشنهادهای عملی میشه داد؟ دانشجوها چیکار کنن؟ این تحقیق چند تا ایده خوب میده. اول اینکه سعی کنید یه عادت خیلی ساده بسازید که کارهای اصلی روز و زمانی که براشون میذارید رو یادداشت کنید. لازم نیست پیچیده باشه. همین کار ساده آگاهیتون رو بالا میبره که وقتتون کجا میره. مثل یه آینه میمونه. دقیقاً. دوم، یه زمان کوتاه، حتی 5-10 دقیقه آخر روز یا آخر هفته برای بازتاب بذارید. از خودتون بپرسید چی خوب پیش رفت؟ چی سخت بود؟ هفته بعد چی رو عوض کنم؟ حتی میشه توی دفترچه کوچیک نوشت. فکر کردن فعال یعنی؟ سوم، به جای یه لیست طولانی از کارها روی تموم کردن چند تا کار مهم تمرکز کنید. شاید کیفیت مهمتر از کمیت اینجا. کارهای کمتر ولی تموم شده. آره. و چهارم، برای درس‌ها، مخصوصاً درس‌های کلیدی و سخت، زمان کافی و متمرکز بذارید. یعنی وقتی درس میخونید واقعاً درس بخونید، نه با 100 تا حواس پرتی دور و برتون. تمرکز عمیق. البته اینم بگم که هر تحقیقی محدودیت داره. اینم داشت. درسته، چی بود محدودیتاش؟ خب نمونش خیلی بزرگ نبود، 110 نفر بودن، اونم بیشتر از یه دانشگاه تو چین و رشته کامپیوتر. پس تعمیم دادنش به همه جا باید با احتیاط باشه. و اینکه فقط روی رفتارهای مدیریت زمان تمرکز کرده بود.
عوامل مهم دیگه‌ای مثل انگیزه، علاقه، پایه درسی رو نسنجیده بود. پس اینا نتایج اولیه خوبی هستن ولی قطعی نیستن برای همه. دقیقاً. یه شروع خوب برای فکر کردنه. بسیار خوب. پس تو این کاوشمون دیدیم که یه سری عادتها مثل استمرار داشتن، فکر کردن به کارها، تموم کردن وظایف و وقت گذاشتن با کیفیت برای درس میتونن واقعاً تو موفقیت سال اول دانشگاه نقش داشته باشن. و مهمتر از همه اینا مهارت‌هایی هستن که میشه یاد گرفت و بهترشون کرد. و شاید یه فکر نهایی برای شما که دارید گوش میدید. این تحقیق یه جورایی نشون میده که چطور زمان رو مدیریت میکنید، یعنی کیفیت کارهاتون مثل بازتاب و تکمیل شاید حتی مهمتر از این باشه که چقدر ساعت مطالعه میکنید. با این نگاه از بین این 4 رفتار کلیدی که گفتیم، استمرار، بازتاب، تکمیل کار و درگیری با کیفیت، فکر میکنید کدوم یکی همین الان برای شخص شما بیشترین پتانسیل بهبود رو داره و اولین قدم کوچیکی که میتونید همین هفته بردارید تا اون یه رفتار رو تقویت کنید چیه؟ سوال خیلی خوبیه برای فکر کردن. امیدواریم این بحث براتون مفید بوده باشه و چند تا جرقه تو ذهنتون زده باشه. تا کاوش بعدی موفق و پر انرژی باشید.